من نمیفهمم این کامنت این چیه؟ بابا میخوای توف بندازی تو پیج ما؟ آخه کجای دنیا؟ بابا همون اروپایی که میگم ما بودیم دیدیم. من با شکیرا دوستم، از طریق پیکه باهاش آشنا شدم. اونجا نگاه میکردیم پستایی که میذاشتن سلبریتی های خارجی ها خوششون میومد کامنت میومد زیر پست او مای گاد، خوشش نمیومد میگو او مای شیت. بعدشون میومد اصلا فحش و فضاحت میدادن، مینوشتن زیرش قشنگ فادر مادر. اما دیگه اگه خوششون میومد همه کامنت ها مثبت بود. very nice, very good, like, big like، هر چی کلوفتر بهتر. که تو خیلی رو فرم هستی و عالی هستی، ما تو رو قبول داریم. وقت ما میریم اینجا خودمونو میکشیم، پست باحال میذاریم، پستی که خیلی به وجه میاره، طرف خیلی با پست ما حال میکنه کامنت میذاره زیرش حسن دهنت سرویس.